سرگذشت یوزارسیف پارت 2. یعقوب نبی و همه اهالی کنعان شبانه روز به دنبال یوسف گشتند و همه حتی خود نبی خدا به این باور رسیده بودند که یعقوب نبی که تا به این خبر نداشت بسیار غمگین بود و با خود سخن میگفت. بنیامین برادر تنی یوسف که این حال پدرش را دید از او پرسید: پدر، با که سخن میگویی؟ و نبی خدا در جوابش این چنین فرمود: خودش میدونه با کیم. آسمونش اگه ستاره نداشت با چراغ قوه بالا سرش بودم. اگه لخت میشدن بالا پرش بودم. چه پرواز یادش نره، حفظ بکنه آسمونا مالمان، حتی اگه باشه سلول درش صفر. میدونه با کیم، تخم چشم بود، نشون میدادم کلی نکته بهش. میدونه با کیم، خوبشو میخواستم، خدا شاهد، لعنت به منکرش. و در همان لحظه بود که عزرائیل فرشته مرگ بر او ظاهر شد. اومدم سراغت. در پارت بعد